در حالی که روز 5 ایون سال 2023 وزیران کارهای داخلی و خارجه روسیه ولادیمیر کلاکولتسف و سرگئی لاوروف با سفرهای رسمی علیحده وارد تاجیکستان شدند، نیروهای پلیس روسیه از ساختمان یک مکتب در شهرک رژافکی نویه سولنیشنگورسک ولایت مسکو باز 24 مهاجر تاجیک را به قبل این مهاجران برداشته بردند. مهاجرانی که در ساختمان این مکتب کار میکردند به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که سندهایشان درست بود و آنها در ساختمان این مکتب قانونی با پتنت و قرارداد کار میکردند، ولی با این وجود کارمندان پلیس با بهانه تفتیش حجت‌ها آنها را به شعبه پلیس برده چندین ساعت نگاه داشتند و با هر بهانه پروتکل کردند. این رید نوبتی به ضد مهاجران تاجیک در حالی است که بنا به خبرهای رسمی وزیران کارهای داخلی و خارجه تاجیکستان رمضان رحیمزاده و سراج الدین موریدین در ملاقات‌هایشان با ولادیمیر کلاکولتسف در شهر گلستان ولایت سوغد و با سرگئی لاوروف در دوشنبه در برابر مسائل دیگر موضوع بازداشت‌های مهاجران را نیز بررسی کردند. وزارت داخله در این باره تنها یک جمله خبر داده است که همزمان مسئله‌های مهاجرت و مشکلات علاقمند به آن مورد محاکمه رهبران اول وزارت‌های کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه قرار گرفت. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در اطلاعیه‌اش درباره بررسی مسئله مهاجرت در جریان مذاکرات سراج الدین موریدین با سرگئی لاوروف تفصیلات بیشتر داده است. رهبران مقامات سیاست خارجی به مسائل همکاری‌ها در ساحه مهاجرت و توجه خاصه ظاهر نمودند. جانب تاجیکستان تاکید نمود که ضمن برگزاری چاره‌بینی‌های نقشه‌ای و غیر نقشه‌ای مقامات دولتی روسیه جهت به تنظیم درآوردن روندهای مهاجرت حقوق آزادی‌های زمینوی شهروندان تاجیکستانی مقیم روسیه باید رعایت گردند. لاوروف در دوشنبه با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون نیز ملاقات داشت، ولی در این باره که آیا آقای رحمون با لاوروف موضوع مهاجرت را بررسی کردن یا نه در اطلاع رسمی خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان چیزی گفته نشده است. درباره اینکه مقام‌های بلندپایه دو کشور در مسئله مهاجرت به چه توافق یا معامله رسیدند و آیا این همه ریدهای بی‌اصل به ضد مهاجران تاجیک در روسیه قطع خواهند شد یا نه نیز در اطلاع رسمی چیزی گفته نشده است. سرگئی لاوروف در نشست خبری مشترکش با سراج الدین موریدین حد الامکان از هر نوع شرح این موضوع فرار کرده و تنها چند معلومات کونه را ذکر کرد. از جمله او یادآور شد که مسکو همیشه پیشنهادهای دوشنبه برای عفو مهاجران را میپذیرد و بار آخر 2 سال پیش 120,000 مهاجر تاجیک را به عباره رهبر اداره سیاست خارجی روسیه با وجود قانون شکنی‌های ماموری داشتهشان عفو کرد. لاوروف تنها وعده داد که من بعد هم به منفعت‌های دوستان تاجیکمان با توجه زیاد مناسبت خواهیم کرد و مشکلات پیش آمده را قطعاً در چارچوب قانونگذاری روسیه حل خواهیم کرد. لاوروف بعداً در سخنرانیش در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه گفت بسیاری‌ها کوشش دارند که بین روسیه و تاجیکستان جدایی اندازند، ولی کوشش جدایی اندازی بین کشورهای ما به جایی نخواهد رسید. او در مورد این ادعای خود تفصیلات نداد. بازدید یک باره دو عضو مهم بلندپایه حکومت روسیه از تاجیکستان در حالی است که طی چند هفته اخیر از روسیه درباره موج نو بازداشت‌های عمومی مهاجران تاجیک خبرها به دست می‌رسند. این موج فشار و تعقیب شهروندان تاجیکستان در شهرهای گوناگون روسیه مایه نگرانی مقامات دوشنبه شده است.